با سلام خدمت دوستان عزیز، فالوورای گرامی و حامیان محیط زیست. دوستان عزیز، این کوهی که مشاهده می‌فرمایید کوه سرخ شیراز هستش، تو استان فارس، فاصله 25 تا 35 کیلومتری شیراز قرار داره و این طبیعت و این کوه دلنواز متاسفانه بر اساس عواملی همچون معدن‌داری، کوهخواری و زمینخواری مورد سوء استفاده افراد زیادی قرار گرفته و این کوه زیبا با این عظمت تبدیل شده به شرایطی که متاسفانه یه عده افراد سودجو دل به تخریب این محیط زیست زیبا و این کوه فوق‌العاده زیبا و قشنگ خدادادی را دارند. و خدمت شما عرض کنم این درختایی که هم میبینید درختای بادام و سایر درختانی که تقریبا بین 4 تا 5 سال کاشت هستند و اون روستای زیبا هم دیلکو به نام چراب سفره قرار داره. این درختانی که خدمت شما دارم نشون میدم یکی از عوامل بدریختی و خاک گرفتگی این از طریق این معادن هستش که باعث شده این درختان امسال کاملا از بین برن. متاسفانه مزرعه بادام که هر ساله هر درخت بین 10 تا 25 کیلو بادام پوست نازک تحویل کشاورزان عزیز میداد، با توجه به عدم بارش، کم بارشی و ایجاد معدن‌های متعدد در دامنه این کوه، متاسفانه باعث تخریب درختان و همچنین گرد و خاک در این منطقه که گلوگاه شیراز هم هستش گردیده. دوستان عزیز، بیایید با حمایت و همکاری و تعاون با دوستداران طبیعت و محیط زیست هرچه سریعتر و زودتر از این معضل جلوگیری نماییم. باشد که خداوند عزیز محافظ تک تک عزیزان باشد. موفق باشید و مؤید.